مکالمه دو جنین در شکم مادرشون. اولی به دومی میگه تو به زندگی بعد از ایمان اعتقاد داری؟ دومی میگه آره حتما، یه جایی هست که میتوانیم راه برویم یا شاید هم با دهن چیزی بخوریم. اولی میگه امکان نداره، ما با جفت تغذیه میشیم، تنابش هم آنقدر کوتاهه که به بیرون نمیرسه. اصلا اگه دنیای دیگه هم هست چرا کسی تا حالا از اونجا نیومده و به همون نشون نداده؟ دومی میگه شاید مادرمونو ببینیم. اولی میگه مگه تو به مامان اعتقاد داری؟ اگه هست پس چرا نمیبینمش؟ دومی میگه به نظرم مامان همه جا هست، دور تا دورمونه. اولی میگه من مامانو نمیبینم پس وجود نداره. دومی میگه اگه ساکت باشی صداشو میشنوی و اگه خوب دقت کنی حضورشو هم حس میکنی. این مکالمه چقدر آشناست. تا حالا بودن خدا را اینجوری به همین سادگی حس نکرده بود.